امروز قراره که آموزش درست کردن موشن گرافیک رو براتون آموزش بدم. قبل از اینکه بر این سراغ آموزش لایک و ساب و زنگوله رو بذارید روی همه تا یوتیوب پیام بده بهتون که ویدیو گذاشتم راستی. کامنت انگلیسی هم بذارید، باعث رشد کانال و انرژی من میشه، میتونم و بهتر محتوا تولید کنم و لذت ببرید. امیدوارم کیفیت این ویدیو براتون خوب باشه و ادیت خوبی ببینید و تامنه بیولم همینطور تا آخر ببینید. مرحله اول، در گوگل عبارتی به اسم موشن گرافیک با پرده سبز را سرچ کرده و روی تصاویر بزنید و این ویدیو موشن گرافیک 20 دقیقه رو برای دانلود بزنید روی صفحه تا ویدیو براتون باز بشه. وقتی که باز شد با آخرین کیفیت دانلود کنید که بهترین موشن گرافیک رو داشته باشید. بعد از اینکه دانلود شد بریم مرحله بعدی. قبل از اینکه بریم مرحله بعدی اینو بگم که لینک دانلود ویدیوی موشن گرافیک رو براتون توی دیکسپوریشن قرار دادم، میتونید دانلود کنید. مرحله دوم، یک چت جی پی تی رو نصب کنید، یعنی هوش مصنوعی. وقتی که نصب کردید با اکانت خود وارد بشید و این متن رو وارد کنید. متن توی دیکسپوریشن قرار دادم، میتونید کپی یا بنویسید و این متن به هوش مصنوعی بدید و منتظر باشید تا عکس ساخته بشه. بریم سراغ مرحله بعدی. مرحله سوم، یک برنامه اینشات از ماکت از گوگل پلی از بازار یا میتونید در دیکسپوریشن دانلود کنید. در دیکسپوریشن قرار دادم. بعد وارد اینشات بشید، بعد عکسی که هوش مصنوعی درست کرده رو میزنید و از این قسمت موشن گرافیک پرده سبز را وارد کنید و بعد روی برش بزنید. دومین امکانات یعنی کروماکی رو بزنید و رو کروماکی به طرف سبز بکشید و این را کامل بکشید به چپ تا پرده سبز حذف بشه. بعد با کین فریم اون موشن گرافیک رو جاهایی که میخواید باشه رو حذف کنید. بعد با کین فریم شروع کنید درست کنید موشن گرافیک خودتون رو. من درست میکنم و در نهایت نشون میدم. اینم از موشن گرافیکی که من درست کردم. ویدیو به پایان رسید و امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه و بتونین موشن گرافیک خوبی برای پروژه‌تون درست کنید. حتی میتونید صداگذاری هم انجام بدید.
ممنونم که تا آخر ویدیو با من بدید. راستی توی کامنت ها دوست دارم نظرتان را به هم بگید و به هم ایده بدید که بعدی چی باشه. لایک و سابسکرایب و کامنت انگلیسی و همینطور زنگوله رو بذارید. همگه کانال من را به اشتراک بگذارید تا انرژی بیشتری بگیرم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.